سرزمین تاجیکستان با تاریخ، فرهنگ و تمدن خویش میان جهان معاصر مقام خاص دارد. این است که همیشه بالای همین ادبیات و فرهنگ گفتگوها، نوشته‌ها و بسیار کتاب‌هایی هستند که معلومات می‌دهند. ولی باید بگویم که هنوز در بعضی منطقه‌های این تاجیکستان مکان‌هایی هستند که آموخته نشده‌اند یا که آموخته شده‌اند و خیلی کم. مقصد از پیشنهاد کردن برنامه نوبتی اسرار تاریخ در آن است که پیرامون یک منطقه دیگری که همچنین منطقه تاریخی گفته می شود یا که یاد می شود برای شما معلومات دهیم. بیننده عزیز سلام، عین حال ما در دهات خالبای قره شهر وحدت قرار داریم که عین حال با نام بهارستان نام می شود و در اینجا همین گونه مقبره تاریخی هست که تاریخ خیلی طولانی و خیلی مهم در حیات مردم منطقه دارد. امروز در برنامه پیرامون همین مقبره و دیگر مکان‌هایی که از نگاه تاریخ اینجا مهمیت دارند به شما قصه میکنیم. در گوشه و کنار سرزمین تاجیکان هر گونه مناره و قلعه ها موجود هستند که نوابسته از هستی تاریخی به این و یا آن مرحله تعلق داشته به نام این یا آن شخص محبوب معرفی شدند. همه گونه مناره ها را در شهر وحدت نیز دیدن ممکن است. هرچند شهر وحدت شهری به تازگی بنیاد شده هم باشد، ولی این مکان نیز تاریخی خاصی را در خود دارد. در صحیفه های تاریخ این مکان اندیگان نام داشته است. در زمان قدیم در تو دوره اسلامی این منطقه به نام اندیگان مشهور است در تاریخ ما که در بین شمال و وشگیر جایگیر بوده است و در اینجا یادگاری های خیلی زیاد دوره تو اسلامی موجود هستند و درباره شهر اندیگان از طرف که به قول هم دهه اندیگان که نزد شهرک وحدت هست خیلی مشهور است و مرکزی همین اندیگان قدیم بوده است که از طرف باستانشناسان اتاخانوف آموخته شده است. دیگر اینکه مثلا بزرگترین زیاد این منطقه حالا در آثارخانه ملی باستان تاجیکستان محفوظ است. مناره ها در نگاه هر یک ما مکان‌های مقدسند، زیرا فهمیش هر یک آدم بر آن است که در این جای مقدس احترام به جای آورد. اصلا مناره ها را به خاطر بزرگداشت شاعر، نویسنده، عالم و دیگر شخصان معروف که نقش از خود باقی گذاشتند بنیاد می‌کنند. انا این مناره در یکی از آرامگاه‌های قدیمی شهر وحدت در دهه بهارستان جایگیر است. مردم محل این مکان را به خلیفه نور محمد نام می‌برند که در گذشته شخص دانشمند و با فرهنگ بوده است. یکی از مقبره‌های خیلی معمول که در بین خلق با نام مقبره خالبای قره یا که خلیفه نور محمد مشهور است. خلیفه نور محمد یکی از شخص‌های برجسته ساحه دین در آخر عصر 18 و ابتدای عصر 19 در همین منطقه بوده است که مثلا از روی بعضی گفتارها و در اونجا مکتب دینی هم داشته است و مردم رو از دین و دیانت تعلیم میداده است. این کس مثال 230 سال شد که گذشتن ایران پدر ایران مولانا خال محمد میگن جای خاکش در حصار است. اون کس 300 سال شد گذشتن شد. پدرش زاده یاخسوی کلاب است، در کلاب تولد شده یاخسوده، خودش تولد شده در میدان. بسیار پیر کامل
مولانا خال محمد یک پسر داره، همین خلیفه نور محمد یک پسر داره. اجدادان این مردی نکو نیز در گوشه و کنار تاجیکستان نام برآورده و معروف هستند. باید اظهار داشت که خلیفه نور محمد دانش خود را در شهر بخارا صقل داده و به این مکان برگشته، در حالی که نزدیکانش در کولاب و خاولینگ و برادرانش در حصار به سر می بردند، او این مکان را بهر زندگی انتخاب کرده و پیوسته به صاحب علم نمودن مردم این منطقه مشغول بوده است. کهنسالان ده می گویند که از والدین خیش فهمیدند که او اصلا دهخانه می کرده است و روزی می یافته و سبب انتخاب نمودن این مکان هم روایت خاصه را دارد. پیش حضرت خلیفه نور محمد این یک مزاری رسمی بود. یک مزاری رسمی بود. یه حضرت نامشان حضرت خلیفه نور محمد زاده تولدی میدان، در میدان تولد شدگی است. وقتی که از میدان رای آمد و رفت همین تکی بود، حضرت در بالای اسب می آیند، قمچین در دستشان، اسب قمچین کردن میگیرند، همین پی مرکب آمدند، قمچین ای دستشان در زمین همین پی مرکب دا میغلطه که میغلطه. مردم خلیفه ها صاحب خلیفه دا پیر کامل بعد میگه که بچه ها خلیفه ها آگاه باشه بشنوه سخن مرا که این نشانه قبض خاک ما در همینجا بودم بوده، وقتی که من از دنیا گذشتم مرا در همینجا منزل میکنه. این مناره را مردم این مکان بعد سر خلیفه بنیاد میکنند و بهر ساختن بنا از شهر باستانی خوجند استاها را دعوت می نمایند، ولی خشت آن اینجا پخته می شود. وقتی که به منطقه های تاریخی تاجیکستان آشنا می شویم، آنجا گفته می شود که خشت های این مقبره یا که آن مقبره از این منطقه یا که آن منطقه آورده شدند، ولی خشت های مقبره که در دهات بهارستان شهر وحدت واقع است از آنجا آورده نشدند. طبق گفته های کلانسالان این منطقه، خشت های همین مقبره در همین مکان، یعنی همین مکانی که ما قرار داریم، گویا که پخته شده و همین جا بنا شدند. یعنی اینجا گفته می شود که خاکی که در این منطقه هست برای خشت ریختن و برای هر گونه ساختمان هایی که تاریخ بسیار عمر می بینند بسیار مساعد است. از روی نقل مردم محلی این مناره نزدیکی 200 سال تاریخ دارد و در این هنگام چند مراتب این مناره ویران شده و باز دوباره آن را آباد ساختند. من همچون رئیس محله دهه بهارستان همین را گفتنیم که مقبره در دهه ما بینا یافته طی 200 سال میشد که در همینجا بینا یافته است. مردم دهه، مردم گرد اطراف به اینجا آمده زیارت میکنند. مقبره بعد استقلالیت از نو تعمیر یافت. در اینجا سالهای آخر حتی سیاحان آمده زیارت میکنند، به نوار میگیرند. یکی از منطقه های تاریخی همین مقبره در روی خط گرفته شده است. این مقبره از طرف آتاخانوف و معمار محمد نظرов سالهای 70 آموخته شده است و در رییستری یادگاری های معماری تاجیکستان وارد شده است. خودی همون طرح بنا چهارکنجه می باشد و از طرف مثلا شرقیش فسادن درآمدگاه خیلی کلان دارد. اینچنین از در 4 برجش 4 مناره دارد که اینها طرح معماریش هم طرح معماری که خاصی مقبره و مسجدهای مثلا عصر 18 و 19 عصر میانه هستند. مقبره یک بنای مربع مانند است که از حساب 4 تاک وسیع گردیده طرحی صلیب شکل دارد. درآمدگاه بلندی مونومنتالی پیش شکل با رواقی به داخل فرو رفته در طرف شرقی دارای برج‌های مدور می باشد
که بلندتر از دیوار درآمدگاه قد کشیدند. نامه‌های دیگر با سبک‌های گوناگون بنا شده‌اند که به نمود ظاهری آن غیر تناظری و متحرکی می‌بخشند. از سمت جنوب باز یک درآمدگاه به نظر می‌رسد که بلندی آن از همین بالایی دیوارها بیشتر نیست. دو نیمه به دروازه دیگر به شکل رواق‌های نچندان عمیق نقشونتر دوتایی برای هر نما که با برجستگی‌های وسیع جدا شده‌اند. درست است. چیزی که من گفتم درباره مثلا دوره تا اسلامی وحدت ما معلومات بیشتر داریم توسط اون سرچشمه‌های چینی که باقی ماندن. مثلا در سرچشمه‌های چینی درباره میگه که بعد از شمال اندیگون است و بعد از اندیگون واشگیرد است و شهر مرکزی میگه تقریبا 5 لی مساحت داشته. حدود عمومی منطقه بیشتر از 20 لی بوده است که یک لی مثلا تقریبا 10 کیلومتر است. معلوم است که مثلا یکی از منطقه‌های خیلی فراخی بوده است که حتما روی ابریشم از این منطقه می‌گذشت. شما می‌گویند که بعد از اون راهی که اساسی که روی ابریشم عبور می‌کرد این توسط پل سنگین است. امروز نیز مردم این دهه به این مناره و دیگر مکان‌های تاریخی احترام خاص دارند. همزمان در نزدیکی این مناره و یا اصلا در دهه بهارستان مسجد کهنه دیگر موجود است که رنگ و بار آن به تمدن عصر میانگی مانند است. در این مکان دو درخت بزرگ، یکی درخت توت و دیگر چنار هست که تاریخ کهن دارند. مردم کهن دهه میگویند که بارها اینجا را برای ثبت فیلم انتخاب نمودند. مثلا یکی از اپیزودهای فیلم جوره شکارچی محض اینجا نواربرداری شده است.
در هر مکان درخت بزرگ و یا مناره و سنگ‌های تاریخی هستند که در خود اسرار دارند. عجب نیست که بسیاری ها از این اسرار واقف نیستند. به این خاطر ما کوشش میکنیم در هر برنامه خود اسرار را از تاریخ بازگو نماییم، زیرا بزرگ داشتن تاریخ از جهانبینی هر یکی ما وابسته است.